شاید باورتون نشه ولی بعضی از بازیگرای زن ترکیه بیشتر از 20 سال از پارتنرشون بزرگترن. توی این ویدیو یه چالشی قرار بازیگرای زن مشهور ترکیه که سن و سالشون از پارتنرشون بیشتره رو معرفی کنیم. پس تا انتهای این ویدیوی باحال همراه ما باشید. شماره 1. کان ییلدیریم و حادیثه. یکی از عشق‌های غافلگیر کننده و البته پر افت و خیز سال 2020 مربوط میشه به رابطه کان ییلدیریم و خواننده معروف ترک حادیثه که یه سال هم از کان بزرگتره. اونا بارها قهر و آشتی داشتن، اما بعد از خواستگاری کان از حادیثه دیگه هیچ کسی فکر نمی‌کرد این زوج عاشق جدا بشن. اما با جنجاله‌ای که خواننده معروف ترک ابرو گوندش در مورد رابطه شوهرش رضا زراب و حادیثه به پا کرد، معلوم نشد یهو چی شد که حادیثه و کان از هم جدا شدن. شماره 2. ابرو شاهین و جدی عثمان. ابرو که دوست داشتنی در سال 2020 یه رابطه عاشقانه رو با یه بسکتبالیست معروف و پرطرفدار ترک به اسم جدی عثمان که 1 سال از ابرو کوچیک‌تره شروع کرده و اونا همچنان عاشقانه با همن. شماره 3. ملیسا آسلی پاموک و اوزهان اوزیاکوب. در سال 2019 بود که ملیسا و بازیکن تیم فوتبال بشیکتاش اوزهان اوزیاکوب که 2 سال از ملیسا کوچیک‌تره وارد یه رابطه عاشقانه و بدور از حاشیه شدن. این زوج که توی تدارک مراسم عروسیشون بودن، همین تازگی‌ها با حذف کردن همدیگه از اینستاشون خیلی ناگهانی از هم جدا شدن. شماره 4. اوزار کایگیلار اولو و براک توزونتاج. اوراز مدتی بعد از جدایی از همسرش با براک توزونتاج که 2 سال از اون بزرگتره یه رابطه جدید رو شروع کرد، اما این رابطه دوامی نداشت و خیلی زود تموم شد. شماره 5. آسلی انور و بیرکان سوکولو. آسلی و بیرکان برخلاف خیلی از زوجای بازیگر با هم سر صحنه سریال آشنا نشدن، بلکه عشق اونا با یه ملاقات اتفاقی و بعد از اون با حضورشون در یه برنامه تلویزیونی شروع شد. آسلی 2 سال از بیرکان بزرگتره و اونا در سال 2012 با هم ازدواج کردن، اما بعد از 3 سال جدا شدن. شماره 6. بورا گولسوی و بورجو کارا. بورا تا به حال 2 بار ازدواج کرده. همسر اول اون بازیگر ترک بورجو کارا بود که 2 سال از بورا بزرگتر بود و اونا در سال 2011 ازدواج کردن. اما هنوز 1 سال از این ازدواج نگذشته بود از هم جدا شدن. شماره 7. ایجه ارکن و شفک محمود یازیچاولو. ایجه ارکن بعد از 2 تا ازدواج ناموفق به تازگی با اشتراک گذاشتن عکس در اینستاگرام خودش خبر ازدواج خودش رو با وکیلی به اسم شفک محمود یازیچاولو به همه اعلام کرد. ایجه از همسر جدیدش 2 سال بزرگتره. شماره 8. ادا ایجه و بورهان تونجر. در سال 2018 بود که در حین بازی در سریال سیب ممنوعه شایعه‌ای از رابطه ادا با اونور تونا بازیگر همین سریال به گوش رسید. اما با انتشار عکسای عاشقانه ادا از سفر تابستونیش با بسکتبالیستی به اسم بورهان تونجر که 3 سال از ادا کوچیک‌تره، اون شایعه خاتمه پیدا کرد. ادا و بورهان یه رابطه پرفراز و نشیب دارن و هر چند وقت یه بار اخبار جداییشون پخش میشه، اما بعدش دوباره با هم دیده میشن. شماره 9. چاتای اولسوی و دویگو ساریشین. معمولاً دوست دخترای چاتای از اون بزرگترن و الان هم چند سالی میشه که با بازیگر ترک دویگو ساریشین در ارتباطه و دویگو 3 سال از اون بزرگتره. شماره 10. باریش آردوش و گوپس اوزای. باریش 33 ساله که قبل از آشنایی با گوپس اوزای دور و برش پر از دخترای مختلف بوده، با بازی در فیلم دلیها و دیدن گوپسه فهمید که این دختر همونیه که میخواد. گوپسه هم نویسنده است و هم بازیگر و از باریش هم 3 سال بزرگتره. اونا مرداد 2020 بعد از 6 سال در کنار هم بودن خیلی یهویی با هم ازدواج کردن. به نظرتون کدوم بازیگر معروف زنه که بیشترین اختلاف سنی و با عشقش داره؟
برای دونستن این سوال روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و با ما تا آخر این ویدیو همراه باشید. شماره 11. هاتیجه شندیل و بوراک سایاشار. هاتیجه 37 ساله که 4 سال از همسرش بزرگتره سر صحنه سریال کارادالار با بوراک آشنا شد. اونا بعد از 4 سال و نیم رابطه عاشقانه در سال 2015 ازدواج کردن و یه پسر بانمک به اسم جان هم دارن. شماره 12. ایلکر کاللی و بورچین ترزیولو. اسم ایلکر و بورچین که میاد همه یاد بازی باحالشون توی سریال پویراز کارایر و عشق قشنگشون که با بازی توی این سریال شروع شد میافتن. ایلکر 37 سالشه و بورچین 4 سال از اون بزرگتره. این زوج سال 2014 تا 2018 با هم رابطه عاشقانه داشتن. شماره 13. ایلکر کاللی و سیلا گنجولو. همین چند وقت پیش بود که خبر رابطه بازیگر معروف ایلکر کاللی و خواننده پرطرفدار سیلا کلی سر و صدا به پا کرد. این زوج بعد از اینکه عکساشون با هم پخش شد توی اینستاگرام خودشون با یه پست عاشقانه رابطه‌شون رو به همه اعلام کردن. جالبه که سیلا هم مثل بورچین 4 سال از ایلکر بزرگتره. شماره 14. نسرین جوادزاده و گوکان آلکان. با وارد شدن نقش کریم به سریال سیب ممنوعه همه منتظر بودن که رابطه عاشقانه اون و ییلدیز به واقعیت تبدیل شه. اما در عین ناباوری شایکایی که توی سریال سعی میکرد مخشو بزنه توی واقعیت بهش رسید. بله، نسرین و گوکان در نوامبر 2020 همزمان با به اشتراک گذاشتن یک عکس عاشقانه رابطه‌شون رو به همه اعلام کردن و با وجود شایعه جداییشون همچنان با همن. جالبه بدونین که نسرین از گوکان 5 سال بزرگتره. شماره 15. کیوانش تاتریتو و باشاک دیزر. کیوانش به عشق در یه نگاه اصلاً اعتقادی نداره و به نظرش باید شریک زندگی آدم با شناخت انتخاب بشه. پس اینجوری شد که اون سال 2013 با طراح مد و فشن باشاک دیزر آشنا شد و 3 سال با اون رابطه داشت و بالاخره اونا در سال 2016 در پاریس با هم ازدواج کردن. جالبه بدونین باشاک 6 سال از کیوانش بزرگتره. شماره 16. بوراک دنیز و دیدم سویدان. بوراک در اکتبر 2020 یک عکس مشکوک از خودش و مدل معروف دیدم سویدان توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت و بعداً مشخص شد که عشق جدید بوراک همین مدل معروف یعنی دیدم سویدانه. میدونستین دیدم از بوراک 7 سال بزرگتره؟ شماره 17. توبا بویکوستوم و امود اویرگن. توبا در سال 2017 از همسرش جدا شد و خیلی زود یه رابطه جدید و با کارگردان و تهیه کننده ترک امود اویرگن که 7 سال از توبا کوچیک‌تره شروع کرد. اما اونا در سال 2020 از هم جدا شدن. گفته میشه که پدر و مادر امود خیلی با این رابطه موافق نبودن. شماره 18. ازگه ازدر و سینان گولریوز. ازگه برای دومین بار در سال 2018 با یه موزیسین به نام سینان گولریوز که 8 سال هم ازش کوچیک‌تره ازدواج کرد. اونا به تازگی دختردار شدن. شماره 19. هانده ینر و کادیر دولو. اولین داستان عاشقانه کادیر از کافه شروع شد که اونجا به گارسونی مشغول بود. اونجا با یه خواننده ترک هانده ینر که 10 سال هم ازش بزرگتر بود آشنا شد. اما بعد از 3 سال عشق و علاقه هانده به کادیر خیانت کرد و دفتر این عشق برای همیشه بسته شد تا نسلیان آتاگل و عشقش به زندگی کادیر وارد بشن. شماره 20. اسرا درمانجیولو و موراد بالجی. روابط عاشقانه اسرا همیشه کلی حرف و حدیث به دنبال داشته. اون در سال 2016 با عمر گونش که 16 سال از اون کوچیک‌تر بود وارد رابطه شد و امسال هم که اخباری از وجود رابطه عاشقانه بین اون و بازیگر ترک موراد بالجی که 15 سال از اسرا کوچیک‌تره عین یه بمب رسانه‌ها رو ترکوند. شماره 21. هاندا آتایزی و دینچ آیدولو.
هانده 47 ساله حدود 1.5 سال پیش توی یه سالن ورزشی با یه بازیگر جوان و 26 ساله به اسم دیج آیدولو آشنا شد. این زوج با 21 سال اختلاف سنی خیلی زود تصمیم به ازدواج گرفتن. اما متاسفانه به خاطر همهگیری کرونا عروسیشون به تعویق افتاد. توی ویدیوی قبلی راجع به بازیگرای مردی صحبت کردیم که اختلاف سنی خیلی زیادی با پارتنرشون داشتن. اگه اون ویدیو رو ندیدین همین حالا برین سراغش رو ببینینش. بگین ببینم اصلا از این اختلاف سنی ها خبر داشتین؟ به نظرتون دیگه جای چه زوجی اینجا خالیه؟ برای ما بنویسید که توی یه رابطه بهتر زن از مرد بزرگتر باشه یا مرد از زن؟ اصلا فرق میکنه یا نه؟ ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و توی کانال لنز عضو بشین و اونو به دوستاتونم پیشنهاد بدین.